با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، سخنگوی آقای وزیر جوان جتونه و بازجوی قبلی می باشم که ایشان یکی از اساتید بزرگ زبان فینگلیش و انگلیش رو می باشن که در تمام برنامه‌های بین‌المللی سخنرانی کرده و آبروی شما رو خریدن. بله ملت نمک نشناس، امروز میخوام مصاحبه‌ای رو که سخنرانی که ایشان در ارمنستان راجع به اینترنت ایران با بین الملل و فضای بین المللی در میان گذاشتن رو برای شما به گوشتان برسانم. میخونم براتون دیگه. با مورد سپرده ها چتونه تحمل کنید، برید چایی قلیون نقل و نبات برید به تریا کلا و whatever برید بگیرید بیارید که این داستان طولانی است. سخنرانی به این گونه شروع می شود: ایران اینترنت penetration برای دیگه penetration آشین به زبور داخل شلوارشون اینا فکرشون رفت اون طرفی. 70 پروستات خب میخواستم بگن پروستات و پرسنت با هم قاطی کردن شد پروستانت. پرسنت دیگه، پرسنت درصد. and 79% Protestant of our household. خب تازه فی انگلیش هم نوشته بودن، به این زیبایی خوندن. چشاره اگه نگاه کنی این از راست به چپ میرفتن. وی اینترنت این GEDI رانکینگ، بذارید من خود بیارم بالاتر راحت باشه. 86 Protestant according to government. خب منظورشون government بود دیگه، تحمل کنید. وای چقدر زیباست نه؟ survey improved by 20% and stand 86. خب 86 بود، 6 همه شکیه دیگه. با پروستند according to UN and government survey. فهمیدین تا اینجا شو؟ بله دیگه، آقای وزیر جوان بسیار استاد در زبان انگلیسی. دیدین چقدر جلوی جامعه بین‌المللی چقدر زیبا صحبت میکنن. حالا یادتون نره ملت نمک نشناس، شاهزاده رضا پهلوی 5 تا زبون کاملا سلطه هستن، از ماست که بر ماست. ولی ایشون نه تنها گفتم زبان انگلیسی رو قهار هستن، بازجو هم بودم لکه هستم میزنن میگم بگو 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 من این کاری کردم اون کاری کردم. آره از اونا، آره زندان اوین دیگه. خب کجا بود؟ خب اجازه بدید ادامه بدیم. این ایران a country of more than 80 million 80 میلیون سوسیس تخمرگ سوسکرایبر. خب همه سوسیس و سیکتیر و اینا همش یکیه دیگه. سوسکرایبر و سوسیس و سیکتیر یکیه، شماها نمیفهمین. سوسکرایبر خب شاید هم حسن حوض سوسیس تخمرغ کرده بودن، شما از کجا میدونی؟ پس 70 میلیون پس 80 میلیون از شما از دارن میگن از 80 میلیونی شما 70 میلیونتون تلفن دارین و اینترنت دارین. پس چرا نشستین؟ باشید دیگه، خبره که داره به دستتون میرسه، داره میگه دیگه. کجا بریم؟ با all of our cities, I mean 1000
142 city. خب با انگشتاشون شمردن. And also 76% of villages, I mean more than 76,000 village. لابد همه رو شمردن ببینن کجا زمیناش خوبه که بکشن بالا. چقدر زرنگن آقای وزیر. چطونه مورد سوارده ها. کجا بودیم؟ more than 76,000 villagers. البته اینجا رو اشتباه کردن، باید میگفتن villages، گفتن villagers. villagers همه یکیه. خوشتون اومد چجوری آبرویتون در دنیا و بین الملل مخصوصا در ارمنستان خریده شد؟ عزیزان برید همچون که دیدید آبروی شما یک بار دیگر این دفعه در ارمنستان توسط وزیر جوان، وزیر اطلاعات، وزیر باهوش، وزیر نابغه و شلاق زن قبلی. آره دیگه چطوری با خب شلاق میزنن دیگه. فکر کردی تو زندان چیکار میکنن؟ شیرینی پخش میکنن؟ شلاق و بازجویی و اینجور چیزا انجام شد. آبروی شما بار دیگر خریده شد. چطور ملت نمک نشناس؟ خب از ماست که بر ماست. It's on us. آره دیگه. البته اگه درستشو ما بخوایم بخونیم به روش نه آقای بازجو، آقای مثلا کسی که تحصیل کرده هست، اینا انگلیسیش مثلا خوبه، یکم شالا میگم براتون بخونم. نه Iran internet penetration 70% and 79% of our household use internet in GEDI ranking 86% according to the government survey. Improved by 20% and stand 86% according to the UN and government survey. خوشتون اومد؟ خیلی عزیزان چه بگویم؟ وای. البته ما مگه زیر قصه بخوریم آبجوها میریم بالا، ما آبجو خور میشیم. بگیم نه اصلا ولش کن قصه نخوریم. خب همونجور که میدونید 70 میلیونتون که ناقلاها تلفن دارید. به جای اینکه صفحه پاک دامنانه اینستاگرام برید هی پاک دامنانه لخت و نگاه کنید با کنایه خیلی معذرت میخوام ما تحتایی باد کرده مثل که با تلمبه بادشون کردن، هی فوش میدید اون زیر. خب یه کار اساسی تری انجام بدید دیگه. تلفن دارید، میگه تلفن که دارید، اینترنت هم که دارید، مثل مال عراق نیست که خطش کرده باشن دیگه. پاشید آبروتون رو بخرید، پاشید. In Iran country of 80 million subscribers. نه سوسیس و تخم مرغ سیکدیر. has passed 70 million. Oh my gosh. Anyways, that's it. دوستان عزیز, sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in 7 seas. Everybody's looking for something. Someone penetration rate has grown to 70% and 70% and 79% of our household use internet. In EGDI, Iran ranking improved by 20 and now stand at 86 according to the UN e-government survey. In Iran, a country of more than 80 million populations, a number of mobile broadband subscribers has passed 70 million. All of our cities, I mean 1,242 cities, and also 78% of our villages, I mean more than 64,000 villages in Iran,